سلام دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید. امروز اومدم با یه دنت زعفرونی با طعم دنت کارخونه‌ای و بسیار خوشمزه، البته به صرفه. دنت زعفرانی یک میان وعده سالم و خوشمزه است که بچه ها عاشقشن. بریم با هم درست کردنشو ببینیم. 2 لیوان شیر با 4 قاشق نشاسته گل رو هم میزنیم تا نشاسته و شیر حل بشه. یک بار از صافی رد میکنیم. روی حرارت ملایم قرار میدیم. هم میزنیم. وقتی که شیر گرم شد 5 قاشق شکر رو بهش اضافه میکنیم. وقتی که کمی غلیظ شد 3 قاشق گلاب و زعفران به میزان دلخواه رو بهش اضافه میکنیم و در آخر 30 گرم کره و نوک قاشق چایخوری وانیل رو اضافه میکنیم و از روی حرارت برمیداریم. دوستان عزیزم، خیلی خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. دنت ما کمی از فرنی غلیظ‌تره. در ظرف‌های دلخواهمون سروشون میکنیم و با هر چیزی که دوست داشتیم تزیینشون میکنیم و در آخر نیم ساعت در یخچال استراحت کنه تا موادمون ببندن و این دسر رو هم میتونیم به صورت گرم میل کنیم هم به صورت سرد که سردش خوشمزه تره. ممنونم که تا پایان این ویدیو منو همراهی کردید. نوش جان.